خبر بزرگی که خداوند میگوید چیست؟ آیا جهان بهوده آفریده شده است؟ مشرکان و کافران در مورد قیامت چه عقیده‌ای داشتند؟ آیا بعد از مرگ و پوسیدن استخوان‌ها دوباره زنده می‌شویم؟ قیامت چه زمان رخ می‌دهد؟ در این برنامه در مورد این مسئله ها با یکدیگر گفتگو می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العلی العظیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان اهل دانش و معرفت. انشاءالله ما قصد داریم در چند برنامه در مورد سوره مبارکه نبأ یا همان سوره‌ای که ما آن را به نام سوره عمه میشناسیم با یکدیگر گفتگو کنیم. سوره مبارکه نبأ 40 آیت دارد و در شهر مکه نازل شده است. نام این سوره از آیت دوم آن گرفته شده است، عن النبأ العظیم. خداوند متعال چند موضوع و مسئله را در این سوره بیان می کند. اول اینکه یک شخص حکیم بر این جهان حکومت می کند که آن خداوند متعال است. مسئله دوم قیامت و روزی که روز آخرت ما آن را می شناسیم باید باشد تا مؤمنان و کسانی که اعمال نیک انجام می دهند به پاداش خود برسند و کسانی که اعمال بد انجام می دهند به کیفر خود برسند. مسئله سوم این است که خلقت این جهان بیهوده نیست و همچنین خلقت انسان هم بیهوده نیست. خداوند متعال در این سوره بخش از عذاب طغیانگران را بیان می کند و بخش از نعمتهای بهشتیان را هم بیان می کند و در آخر این سوره مبارکه با چند هشدار به کافران به پایان می رسد. خداوند متعال در این سوره می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عما یتساءلون، از چه چیزی از یکدیگر می پرسند؟ عن النبأ العظیم، از خبر بزرگ. الذی هم فیه مختلفون، همان خبری که آنها درباره آن اختلاف دارند. کلا سیعلمون، هرگز چنین نیست، آنها به زودی خواهند دانست. ثم کلا سیعلمون، هرگز چنین نیست، آنها به زودی خواهند دانست. مشرکان و کافران از مسئله قیامت و روز قیامت از یکدیگر میپرسیدند، از یک خبر بزرگ که همان روز آخرت باشد و در آن اختلاف دارند. در مورد مسئله قیامت چند نظر وجود دارد که ما این نظرات را در اینجا بیان میکنیم. گروهی از کافران میگفتند که روز قیامت وجود دارد، این از نظر عقل ممکن نیست، محال است، ناشدنی است، این سخن بیریشه است که کسی بگوید بعد از این دنیا یک دنیای دیگر وجود دارد. این سخن ناشدنی است. قرآن کریم در مورد این افراد می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جدید. کافران با مسخره سمت مؤمنان میگفتند که مرد شما را رهبری میکند که این شخص به شما میگوید بعد از این که مردید در قبر جسم شما نابود شد، باز در جهان دیگر شما زنده خواهید شد و پاداش یا کیفر خواهید گرفت. این افراد، این کافران قیامت را ناشدنی میدانستند. دقت کنید، یکی از روشی که کافران به کار میبرند این است که رهبر شما را میزنند. قرآن کریم میگوید و قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل، برای اینکه مؤمنان را مسخره کنند میگفتند پیامبر شما، کسی که رهبر شما است، این سخنی ناشدنی و بیریشه را میگوید برای اینکه اعتقادات مردم را سست کنند. شخص یکم و رهبری مردم را میزنند. این یکی از روش های کافران است. گروه دیگر میگفتند که
سخنی که شما در مورد قیامت میگویید برای ما باورپذیر نیست. ما نمیگوییم که نمیشود، اما ما آن را نمیتوانیم باور کنیم. دور از ذهن ما هست. قرآن کریم میفرماید: ایعدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون. آیا میگن که به شما وعده داده شده است که زمانی که استخوان‌های شما پوسید، زمانی که از دنیا رفتید، باز زنده از گور بیرون می آید؟ اینها میگفتن قیامت از نظر ما دور از ذهن است. هیهات هیهات لما توعدون. بسیار دور است و بسیار دور است آنچه که به شما وعده میدهند. اینها نمیگفتن ناشدنی است، میگفتن که ما برای مثال 99% میگوییم که نمیشود. گروه دیگر بودند که شک داشتند، میگفتند که ما نمیگوییم که به سخن پیامبر بی‌ریشه است، ناشدنی است. ما نمیگوییم که از ذهن دور است و این اتفاق نمیافتد. ما میگوییم که در آن شک داریم، ابهام داریم. قرآن کریم در مورد آنها میگوید: بل دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. اینها و مشرکان اطلاعات و علم درست نسبت به قیامت ندارند. بل هم فی شک منها، در اصل قیامت شک دارند. میگویند که نمیدانیم که آیا قیامت و روز آخرت اتفاق میافتد یا نه. بل هم منها عمون، نسبت به قیامت کور هستند. گروه دیگر هم هستند که یقین دارند که قیامت اتفاق میافتد و روز آخرت میرسد، اما با اینکه یقین دارند باز هم لجاجت میکنند. قرآن کریم در مورد آنها میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه بل لجوا فی عتو و نفور. آیا اگر خداوند رزق را از شما بگیرد، چه کسی هست که به شما رزق برساند؟ قرآن کریم میفرماید: بل لجوا فی عتو و نفور. کافران از روی علم و دانسته در طغیان و لجاجت بودند. کلا سیعلمون، آنها به زودی خواهند دانست، روز قیامت دور نیست. ثم کلا سیعلمون، باز همچنان است، روز قیامت دور نیست. روز قیامت روزی است که حقیقت‌ها کشف می‌شوند. در واقع این سخن خداوند متعال که میگوید کلا سیعلمون، میگوید اینها امروز نمیدانند، اما یک روز میرسد که نزدیک است، آن روز خواهند فهمید. هم آنها را تهدید میکند خداوند متعال و هم میگوید که زودتر باید ایمان بیاورید. پس ما در این برنامه در مورد چند مسئله گفتگو کردیم. گفتیم که این سوره در مکه نازل شده است، 40 آیت دارد. در مورد عذاب کافران، عذاب نعمتهای بهشتیان و هشدارهای به کافران و این که روز قیامت باید اتفاق بیفتد صحبت میکند. و همچنین گفتیم که مشرکان و کافران در چند مسئله اختلاف داشتند. اینکه قرآن کریم می‌فرماید الذی هم فیه مختلفون، اختلاف آنها این گونه بود. گروه میگفتند که اینکه کسی بگوید که قیامت اتفاق میافتد یک سخن ناشدنی و بی‌ریشه است. گروهی میگفتند دور از ذهن است. گروهی میگفتند که ما شک داریم که میشود یا نمیشود. و گروهی هم میدانستند که قیامت رخ میدهد و میرسد، اما باز هم لجاجت میکردند. قرآن کریم به اینها جواب داد که به زودی شما خواهید دانست که روز قیامت میرسد و در آن روز شما عذاب خواهید شد و کیفر خود را خواهید گرفت. ما در مورد 5 آیه اول این سوره صحبت کردیم. انشاءالله در برنامه بعد در مورد آیات‌های زیبای این سوره نیز گفتگو خواهیم کرد. انشاءالله خداوند متعال همه ما را در سایه قرآن کریم سربلند و با عزت نگاه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.